این لازمت میشه اگه آیفون داری و همیشه مشکل حافظه گوشی تو داری. با این کانورتر کوچولوی مکتوب به راحتی میتونی گوشیتون رو به فلش و یا حتی هارد اکسترنال متصل کنید و به راحتی تمام فایلاتون رو انتقال بدید. پس بیا بهت یاد بدم چطوری با این فایلات انتقال بدید. خب برای اینکه فایلامون رو از گوشی وارد فلش کنیم یا از فلش وارد گوشی کنیم، ما اینجا فلش رو به گوشی متصل میکنیم، وارد برنامه فایلز میشیم و اگه مشاهده کنید اینجا فلش لود میشه. رو فلش میزنیم. حالا هر فایلی داشته باشیم میتونیم از فلش بریزیم روی گوشی یا اینکه از گوشی بریزیم روی فلش. حالا مثلا ما میخوایم چند تا از عکسامون رو از گوشی بریزیم روی فلش. وارد برنامه فوتوز میشیم، سلکت رو میزنیم، یه تعداد از عکسامون رو انتخاب میکنیم، دستمون رو نگه میداریم و خب حالا وارد پوشه فایلز میشیم. اینجا هر پوشه‌ای بخوایم میتونیم بریزیم یا نه اصلا میخوایم کلا داخل فلش بشه. دستمون رو ول میکنیم و فایل انتقال پیدا میکنیم. به همین راحتی فایلمون از فلش اومد روی گوشی. اگه این دستگاه رو میخوای برام 269 رو کامنت کن.